ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتار صدم. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. این عادتی من که نظر به عقیده ملایان آدم شونده یک کاری پست به شمار می رفت، و دوستانی نزدیکم به تأثیر نماند. آنها اولها به خاطر من و به من همراه شده بزم می رفته باشند، کم کم خودهاشان هم عادت کردند و در شرایط بخارای امیری که هیچ سیرانگاهی و تماشاخانه‌ای نداشت، برای دلکشایی این کار را لازم می شمردگی شدند. حتی ما به بزم‌های صحراهای اطراف شهر که یکی از ما با دهقانان آنجا شناسایی داشته باشد می رفتیم و شب را در آنجا گذرانیده می آمدیم. جنگ حاجی مخدوم با اعلم بخارا. در محیط ویران بخارای امیری پسر بچگانی بیکس در سلامتی زندگی کرده نمی توانستند. آنگونه بچگان از شورپوشتان، خوریگنان شهر و از بیباکان مدرسه سلامت مانند هم از دست میرشب و امیر محفوظ نمی ماندند، بلکه خود میرشب شورپوشتان را برمی انگیخت که به بالای آنگونه جوانانی بیکس هجومی کرده جنجالی برارند، تا که به این بهانه او آن جوانان را دستگیر کرده برای تربیه به امیر پیشکش کند. چنانچه صدیق جان نام جوانی بی پدر ماند و تقاضاهایش آدمانی بیچاره لب پست بودند. چند بار با بهانه گوناگون آدمان میرشب او را دستگیر کردن خواستند، تقاضاهایش پاره داده خلاص کردند، اما آنها دیدند که این کار دوام خواهد کرد و در راه پاره‌دهی ثروت آنها تمام خواهد شد و در آخر باز میرشب خواهرزاده آنها را دستگیر کرده به امیر خواهد فرستاد. بنابراین آنها در پی حامیابی افتادند. در همان وقتها به میرشب غریب آمدن حاجی مخدوم که یک قسم سرگذشت وی در بابهای بالایی همین قسم یادداشت‌ها گذشت شهرت یافته بود. تقاضاهای صدیق جان از این غلبه حاجی مخدوم فایده بردن خواسته خواهرزاده‌شان را به حمایت او سپردند. حاجی مخدوم خواست که آن جوان را تربیه نماید. از بس که در آن وقتها یگانه راه تربیه درس خواندن بود، او را به درسخوانی ماندن خواست و خودش که به قیاس مخدوم اعلم شاگرد بود، او را هم برده به وی شاگرد کرد. اعلم به بهانه اینکه آن جوان در خانه حاجی مخدوم ویران می شود، او را از ربوآی کردن به آنجا منع نمود و به تقاضاهای او معقول کرد که در خانه خودم ایستد و من او را از هر گونه هجوم ها محافظت خواهم کرد. از بس که مرتبه و شان و شوکت اعلم از حاجی مخدوم چند درجه بلند بود و معلوم بود که هیچگاه میرشب جرأت نخواهد کرد که خواهرزاده آنها را از خانه اعلم دستگیر کند، تکلیف اعلم را قبول کردند و صدیق جان را به حمایت او سپردند. حاجی مخدوم که از آلفته های کهنه بود، این کار اعلم به او علم کرد و خواست که از وی نقار گرفته
او را در میانه خلق بی آبرو نماید و برای به عمل آوردن این کار در پی راست آوردن فرصتی مناسب افتاد و به زودی چنین فرصت هم یافت شد. یک روزی عید قربان بود. ما چند نفر دوستان عادت داشتیم که روزهای عید پگاهانی از دروازه نمازگاه بخارا بیرون شده در آنجا به صفچه چارباغ پادشاهی می نشستیم. از بس که شهر نسبت به بیرونش خیلی بلندی داشت، به عیدگاه روندگان از دروازه شهر برآمده از فراز به نشیب حرکت می کردند و ما که در نشیبی نشسته بودیم کر و فری به عید روندگان را یگان یگان تماشا می کردیم. در روبروی ما اما 50 قدم پایین تر از ما حوضی بود و در صفچه آن حوض هم گروهی می نشستند که آنها هم مانند ما تماشا طلبانی کر و فر و شأن و شوکتی روزی عید بودند. از بس که سرحوض از جای نشست ما باز هم در نشیب تر بود، ما نشینندگان آنجا را دیده می توانستیم و می دیدیم که حاجی مخدوم هم در بین آن گروه نشسته است. قطارهای روندگان عیدگاه کنده نشده پای در هم از شهر برآمده از پیش ما گذشته به طرف نمازگاه می رفتند. در حقیقت هم دیدن آنها تماشایی داشت. بایان و بای بچگان از قبط به قبط پوشیدن لباسهای رنگارنگ قیمت بها در زیر آب و عرق مانده به زور راه می گشتند و با همه این همصفان خود بایان و بای بچگان دیگر را کنجکاوانه از نظر می گذرانیدند. اگر لباس آنها را نسبت به لباس خود پرقیمت‌تر، زیباتر و بسیارتر یابند، آثاری کدورت در جبهه‌شان پیدا می شد و اگر از آنها پستر باشد به لباس خود تازی و فراویزش باز یک بار دیگر نگاه کرده شاید باری صدوم باشد و پرقیمتی و زیبایی خود قناعت حاصل کرده شادی کنان از افتخار و غرور گل گل میشکفتند. منصبداران کلان امیر که غیر از آنها دیگر کسی در راه عیدگاه و اسب سوار شدن حق نداشت باز تماشاگاهی دیگر بودند. زینت آنها زینت رسمی بوده، همه پوشاکهاشان زربفت، زردار و زردوزی بود. اینچنین همه اسباب و ابزار اسبهاشان نیز زرین و نگینکاری بوده، در تابش آفتاب چشم بینندگان را می برد. وقتی که یگان منصبداری کلان از دور نمایان شود، راهداران راه را خالی می کردند که تماشا طلبانی در دو طرف کوچه نشسته او را و او تماشابینان را به خوبی می دیدند. منصبدار که خود را با آن کر و فر یگانه آدمی صاحب احترام می پنداشت، به امید قبول سلام و حرمت آدمان به هر طرفی راه نگاه می کرد. اما تماشابینان که فضیلت آن منصبدار را از آدمان عادی تنها در همان لباسهای پرکر و فر می دانستند، به شخص او اهمیت نداده پوشاک و ابزار اسبی او را از نظر می گذرانیدند. منصبدار که از مردم معامله چشم داشتهش را نمی دید، شاید در کر و فر من یگان کمبودی باشد گویان برها و آستینهای جامهش را با دقت از نظر می گذرانید. بعضی تماشابینانی رموزفهم از این حال به سری درونی منصبدار پی برده می خندیدند و منصبدار باشد با دیدن آن خنده باز هم سراسیمتر شده و سر خود دست برده دستار خود را دست دست کرده می دید که مبادا یگان پیچی وی کج افتاده یا نوگی زیرینی آن کشاده شده به طرفی پوشت مانندی دومی بادبرکی بچگان آویزان گردیده خنده آور شده باشد. انا در همین گونه وقتی گرمی تماشا از طرفی شهر 3 کس در یک صف نمودار شدند که در دو پهلو 2 شاگردی آلفته تراش اعلم بخارا و در میانه صدیق جان بود
و هر کدام آنها با لباسهای ایدانه آراسته بودند و در کمربند آنها 2 جفتی کارد هم آویزان بود که غلافهای نگینکاری داشته از تگ جامه های رویشان نموده می ایستاد. آن 3 نفر از پیش ما گذشته بروی سرحوض رسیده بودند که حاجی مخدوم از بین گروه راست خیسته در یک جست و خیز به میانه کوچه رسیده از گریبان جامه ها، کرته و کمزوری آلفته تراشی که از پهلوی راست می رفت گرفته حقارت کنان پیش کشید. ظاهراً در دست او کارچه کجنوگی کچکارد مانند بوده است که با همین کشیدن گریبانهای جامه ها، کمزول و کرته آلفته تراش تا به میان چاک شده رفت. با سر شدن جنجال ما دوان به سری مشمشه رسیده رفتیم. تماشابینان و راهگذران هم گرد آمده در سری راه انبوه کلان مردم پیدا شد. آلفته تراشی دیگر که از پهلوی چپ می رفت تحقیر دیدن و لباسهایش دریدنی رفیقش را دیده کاردش را از غلافش برآورده به هوا بلند کرده نمایشکارانه به مخدوم نشان داد، اما برای زدن پیش نه آمد. حاجی مخدوم که کارد کشیده لیکن به پیش آمدن جسارت نکردنی آلفته تراش را دید، خود سری سینه خود را کشاده بیا زن گویان پیش رفت. آلفته تراش این حال را دیده از کارد زدن و از نزدیک شدن به دشمن ترسیده باز هم پستر رفت. حاجی مخدوم با الفاظ قبیح کوچگی آن آلفته تراش را حقارت داده مادام که با کارد زده نمی توانی چرا کارد می آویزی؟ چرا کارد می کشی؟ اوی نامرد، یا با کاردت مرا زن یا به من ده که چگونه کارد زدن را به تو یاد دهم گویان باز هم پیشتر رفت. آلفته تراش پس روی خود را به گریزی شتابکارانه تبدیل نموده زور میزد که در بین آدمان در آمده پنهان شود، اما گروه انبوه مردم به نیت او راه نمیداد. در همین وقت آدمان قاضی کلان و خوشبیگی که در روزهای جمع آمد اهالی برای نگاهداری ترتیب در کوچه ها می گشتند به سری جنجال رسیده آمدند و حاجی مخدوم را که در وضعیت هجوم بود نگاه داشته مخدوم عیب است، مخدوم عیب است، آرام شوید، گردنی شیطان شکند گویان جنجال را پسند کردن می خواستند. در وقتی حاجی مخدوم را نگاه داشته به او نصیحت داده ایستادن آدمان قاضی کلان و خوشبیگی از طرفی شهر صدای پوشت پوشت به کنار کوچه برآیید، راه را گشایید گویان به گروهی مردمی به سری جنجال غون شده خطاب کردن راهداران برآمد. آدمان به قدر امکان خود را کناره کشیده راه را به قدری که یک سوار گذشته می توانست گشادند. از رخنه کشاده شده گروه انبوه غیاث مخدوم اعلم نمایان شد. در تن او جامه کندل زربفت اعلا، به سرش دستار و کلاه زردوزی، به پایش کفش و محسی زردوزی بود. زینت اسبی سواری او هم از خودش کمی نداشت. گردنبند، قوتاس و قیشقونی وی تلاکوبی عقیق شنانده شده، دوریش زردوزی زمیندوزی، زین پوشش مخمری اعلای گلدوزی، لجامش تلاکوبی 12 زلفه بوده، زلفهای تلاکوبی آن همراهی موی عیاری شانه زده اش به گردنی وی زیبی نوعروسانه می داد. اعلم به بالای جنجال در وقتی رسیده آمد که آدمان قاضی کلان و خوشبیگی عیب است گویان حاجی مخدوم را نصیحت می دادند. چون حاجی مخدوم از راهی گشاده شده رسیده آمده ایستادن اعلم را دید، در وضعیتی که خودش را آدمانی حاکمان نگاه داشته می ایستادند دستی راستش را به طرف اعلم یازانده
عیب به این آدم است که گفت او سر و تنش را با 10 سیر 2 پود طلا پوشانده، اسبش را هم در زیر 5 سیر 1 پود طلا کشیده، خود را اعلم بخارا و صاحب شریعت شمرده شاگردان خود را به شور پوشتی می آموزد و با این کار خود آدمانی بناموس را وادار می کند که به شور پوشتان او با شور پوشتی مقابلت نمایند. اعلم که برای به مردم نشان دادن کر و فر ادانه خود تا اینجا آهسته آهسته اسب رانده با تمکینانه می آمد، به طرف خودش دست یازانده به گپ در آمدن حاجی مخدوم را دیده سری خود را خم کرده به صغری اسبش تازیانه زده شتابکارانه به طرف نمازگاه اسب دواند. گروه مردم گپ‌های زهرآلود آبدار مخدوم را شنیده و حالت خندزار و فراری اعلم را دیده قهقه زنان خندیده پراکنده شدند. تئاتر بازی حاجی مخدوم. حاجی مخدوم بعد از آن که در بین گروه انبوه مردم و در حضور آدمان حاکمان اعلم شهر را آن همه حقارت بالاخانه‌دار کرد، اگر روی راست می گشت حکومت برای نگاهداری حرمت منصبدار کلان و اعلم علمای خود البته او را دستگیر کرده جزا می داد. بنابراین او با پراکنده شدن مردم به نمازگاه نرفته، با تنگکوچه و پسکوچه ها بجای رفته در خانه یکی از دوستان خود روی پنهان کرد. اما چنانکه در حکومتداری فیادالی عادت شده آمده است، منصبداران، حاکمان و درباریان امیر نیز در تاراج کردن اهالی و در زبان کوشی با هم یک زبان و یک دل باشند هم در منصب تلاشی و جاه طلبی دشمن قتالی یکدیگر بودند. چنانچه قاضی کلان قاضی بدرالدین که پسرش برهانالدین در بخارا رئیس بود آرزو داشت که بعد از سرش او به جای خودش قاضی کلان شود، اما وجود غیاث مخدوم بر این ملایان مشهوری قاضی کلان شونده به این آرزوی او خلل می رسانید. بنابراین ضمناً اعلم و دوستان او را دشمنی خود و دشمنان او را دوست خالصی خود شمرده در آزار آنها کوشش نمی کرد. به این سبب با عرض حقارت طلبی اعلم از حاجی مخدوم، هرچند با خبر دادن جاسوسان خود جای پنهان شده او را داند هم، به اعلم هنوز در کجا بودن گناهگار معلوم نیست. ما کافت و کاوی جدی کرده ایستاده ایم، البته به دست خواهد افتاد. در آن وقت ما او را چنان جزای نمونوار می دهیم که به دیگران عبرت شود. گویان با وعده های گرم و جوشان آتش غضب او را پست کردن می خواست و در حقیقت با چارمغزهای پوچ دامن او را پر می کرد. در این میان هنگام طلبان جنگ حاجی مخدوم را با اعلم با شرح و علاوه های مبارقه دار در مهمان خانه ها، در سماوار خانه ها و در سری کوچه ها نقل و حکایه می کردند که در بین مردم ذره آبروی اعلم نمی ماند و حتی دوستانش هم از او نفرت و به او طعنه می کردند. به این سبب احتمال قاضی کلان شوی او تا رفت کم شده، قاضی کلان و پسری او را خرسند می کرد. بعد از 3 روز آن واقعه، شبانه برهانالدین رئیس مخفیانه به جای پنهان شده حاجی مخدوم کس فرستاده او را به حضور خود طلب کرد و به او رساند که
می‌خواهد جنگی با اعلم کرده اش را از زبان خودی او شنود، چون که سخن از دهان لقمان خوش گفتند. حاجی مخدوم که ضدیت بین قاضی کلان و رئیس و اعلم را پره میدانست، طلب برهان الدین را خوش قبول کرده شبانه به خانه او آمد. رئیس با فرزندان، داماد و برادرش و با گروه ملازمانش برای شنیدن حکایت مخدوم انتظاری می بردند. چون رئیس از حاجی مخدوم حکایت جنگش را پرسید، او گفت: تقصیر، من در وقتی به حج رفتنم در مملکت روسیه و خارجه تماشا خانه ای را دیدم که وی را تئاتر می نامیدند و در آنجا حکایت ها را با اشتراک آدمان مجسم کرده نشان می دادند که آن حکایت خیلی دلچسب شده می برآمد. اگر شما رخصت دهید، من در اینجا نمونه های بازی را ساخته حکایت جنگ خود را مجسم کرده نشان می دهم که از حد زیاد ذوق می کنید. رئیس قبول نمود و حاجی مخدوم هم کار سر کرد. او از شخصی رئیس اعلم ساخت. دو پسرش را در لباسی دو شاگردی آلفته تراش اعلم در آورد. داماد رئیس را به جای صدیق جان گذرانید. چند نفر ملازمان را آدمان قاضی کلان، خوشبیگی و راهداران گردانید و باقی مانده ملازمان را گروهی مردمی تماشابین فرض کرد. حاجی مخدوم همین طریقه کرده خود رژیسور شده ارتیستان خود را مشق ریپیتیسیه کنانید و بعد از آن حکایت خود را به طرز صحنگی نمایش داده لباسی یک پسری رئیس را که راری آلفته تراشی پهلوی راست را بازی می کرد در رانید و پسری دیگری رئیس را که راری آلفته تراشی پهلوی چپ را بازیده کارت کشیده بود، چنان که در بابی بالا گذشت حقارت‌های بالا خانداری کوچگی داد. رئیس که به طرف دهلیز ایستاده این تماشا را دیده ذوق می کرد، با اشارتی راهداران پیش آمد و حاجی مخدوم او را اعلم فرض کرده معامله‌ای در بابی بالا به اعلم نمودهش را چند درجه قبیح در گردانیده با خاطرخواهی خود او را دشنام ها داد. رئیس این تماشا را دیده به درجه رودکن شدن می خندید و التماس می کرد که حاجی مخدوم تماشا را تکرار کند و به همین طریقه رئیس چندین بار بازی را تکرار کننده خوب حقارت شنید و پسرانش را هم موافقی طبع مخدوم حقارت شنوانید. همان شب ما در مدرسه ترسنجان در حجره حامد خواجه مهری شب نشینی داشتیم. حاجی مخدوم ساعتهای یکی شب ناگهانی در آمده کارنامه امشبه اش را به ما با تفصیل حکایه کرده علاوه نمود. این احمق، یعنی رئیس، که در مرداری، خودپسندی و منصب پرستی از عالم گذرانیده است، خود و پدر خود را حاکمی مطلقی بخارا شمرده زن و مرد اهالی این مملکت را غلام و کنیز خود می پندارد. خوب ذوق کرد که من دشمنی او را بی آبرو کردم، اما من از حد زیاد خرسندم که فرصت را از دست نداده از این مردار و پسرانش به قدری توانستنم انتقامی مردمی زیر دست را گرفتم، یعنی با یک تیر دو شکار را زدم. یکی از حاضران شبنشینی ما سخنان حاجی مخدوم را قوت داده و کردار او را تحسین کرده، چی خوش بود که براید به یک کرشمه دو کار گفت. ماه رمضان بخارا و بازار شب. ماه رمضان بخارا یک ماه بسیار مرکب بود. وی از یک طرف با عنعنه‌های دینی ماهی مبارک، ماهی طاعت و عبادت، ماهی بخشایش و مغفرت به شمار می رفت و موافق این عنعنه مسلمانان روزه می داشتند
و بالای نمازهای 5 وقتی مقرری هر شب نماز تراویح می‌خواندند و در اکثری مسجدها در ضمن نماز تراویح قرآن را از اول تا آخر خوانده یا شنیده شب زنده داری می‌کردند. در خانقاه‌ها شیخ‌ها با مریدانشان در 10 روز آخری این ماه دهمی نشستند و مانند اینها. از طرفی دیگر این ماه برای آدمان شکمسیر و یا سرسری گرد ماهی بیکاری، ماهی شکمسیر کنی، ماهی عیش و نوش، ماهی قماربازی و ماهی جنگ و جدالی بین خود حساب می یافت. عجابت در این جا بود که اکثر کارهای بی‌معنی در فقره دوم نشان داده شده در ضمن کارهای دیندارانه در فقره یکم بیان یافته به عمل می آمد. اگر این معنی را خلاصه کرده افاده نمودن خواهیم، ماه رمضان بخارا ماه ریا، ماه فتنه و فساد، ماه بیماری و عذاب و مشقت بود گفتن لازم می آید. سر شدن این ماه هم با ریای رسمی علمای دین به عمل می آمد. از روی شریعت سر شدن و تمام شدن ماه رمضان را با حساب استرونومی اثبات کردن درست نیست. باید سر شدن و تمام شدن این ماه با دیدن مسلمانان ماه نو را ثابت شود. از بس که همه مسلمانان ماه نو را دیده نمی توانند، باید 2 نفر یا زیاده از آن مسلمان خالص دیندار که در عمرشان دروغ نگفتند ماه نو را دیده آمده پیش قاضی گواهی دهند که آنها ماه نو را دیدند. اگر قاضی گواهی آنها را موافق شریعت دریابد، فردا رمضان یا اینکه فردا عید گویان رسما اعلان می کند. این قانون شریعت است. اکنون بینیم که این قانون در بخارای شریف که عنوان شریفی را به سبب مرکز دینی آسیای میانه بودنش به خود گرفته بود به عمل چگونه تطبیق کرده می شد. حسابدانهای عادی علما که ماه در میان 6 ماه قمری هر سال را 30 روزی و 6 ماه دیگرش را 29 روزی حساب کرده همیشه ماه رمضان را 30 روزی قرار می دادند، پیشکی معین می کردند که فلان روز ماه رمضان سر می شود. موافق همین قرارداد شب عرفه همان روز مفتیان، قاضی کلان و رئیس شهر بخارا در ریگستان به در مسجد پاینده قریب وقت نماز شام جمع می شدند. خلیفه رئیس 2-3 نفر گواهان خریده و ساخته خود را به بالای مدرسه میر عرب می برآورد. آنها از آنجا خواه ابر باشد خواه روشن بی واسطه فرو رفتن آفتاب ماه نو را می دیدند و دوان دوان به ریگستان می آمدند که درباره دیدن ماه نو گواهی دهند. شما گفتار 100 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.